باران چکید از بامکم آچم گدا درکم مهر افروزی خونی جیگر. شردیل، شنیدم که شما از خانه اکای نعیمجان رفتید و با مهر افروز و مادرتان یک جای زندگی دارید. راستی گپ مناسبت شردیل جان با من خیلی خوب است. نه تنها با من فکر میکنم که مناسبت شردیل با همه خوب است. باری به دل من عاشقی رویت شدم، روی تو را دیدم و من بسته مویت شدم. درود میگویم به هر یکی شما دوستان و مخلصان سامانه شردیل نعیمجان. امروز در برنامه آزاد، یعنی که صحبت آزاد داریم با مهر افروز و شردیل جان. دعوتشان کردیم تا یک صحبت صمیمی بهر شما گذرانده باشه. شردیل، مبارک باشد اپاتان شما را یافت. رحمت اپا جان، خدا مبارک. شردیل، شنیدیم که یک جای با اپاتان سرود تیار کرده استادید. می شود که یک پارچه‌اش را بهر مخلصان پیشنهاد کنید؟ باران چکید از بامکم آچم گدا درکم مهر افروزی خونی جیگر آچه بیت تلخه کفم. باران چکید از بامکم آچم گدا درکم مهر افروزی خونی جیگر آچه بیت تلخه کفم. میرم از سری کوچه بچه ها میگن آچه گردی قشلاقه کفتومه آچه تره نیافتومه. میرم از سری کوچه بچه ها میگن آچه گردی قشلاقه کفتومه آچه تره نیافتومه. یک جهان تشکر زیاد. اینقدر سرود زیبا، اینقدر آوازهایتان فورم. من باور دارم که برای مخلصان این سرود پسند می آید. می گفتید که این سرود را کی پیشنهاد میکنه به مخلصان؟ این سرود اپای فرانوز شعرش استاد سیروج عبدالله نویسک، آهنگش موندیم، ارنجروفکش کردیم. نصیب باشه روزهای نزدیک در استودیو میخونیم و پیشکشی مخلصان گردون میشه. یک جهان تشکر زیاد. در حقیقتا انا همین سرود که شما پیشنهاد میکنید ما با باوری گفتم میتونم که مخلصان خوب قبول میکنن، برای که علاقه آواز تر همگان میشناسن مخلصان. نه که مهر افروز ما اولین مرتبه نزدیک گوش کردم، در حقیقتا آواز خداداد دارن. تشکر زیاد اپا جان. سلامت باشن. شردیل، شنیدیم که شما از خانه اکای نعیمجان رفتید و با مهر افروز و مادرتان یک جای زندگی دارید. نه اپای فرانوز ما همین قطی پدرم همینجا زندگی داریم و اپای مهر افروز ما دم خونه خودم بودگی جو کردیم همینجا زندگی دارم. ما خودم قطعا پدرم. بهترین. سلامت باشین. میگذاریم به مهر افروز. مهر افروز، بعد از چند سال شما دادرتان را یافتید. مناسبت دادرتان حالا با شما چگونه است؟ راستی گپ مناسبت شردیل جان با من خیلی خوب است. نه تنها با من فکر میکنم که مناسبت شردیل با همه خوب است. برای که خودش ذاتن و باطن به حد پسری رحمدل و پسری خوب است. شیرین سخنم هست. تشکر زیاد. مهر افروز، نام سرودتون رو با شردیل یک جای گوش کردیم. در جدای صنعت شما رو بیشتر شردیل کمک میکند و اینکه اکای نعیمجان؟ اپا جان، راستی گپ در برنامه گذشته هم ما گفته بودیم اکای نعیمجان بسیار کارای خودش خیلی بنده است. بعد شاگردای اکای نعیمجان به حد بسیارن. در جدای صنعت مرا شردیل کمک کرده ایستاده است. مهر افروز، انا همین سروده که نو شما خواندید به نزدیکی پیشکش مخلصان میگردانید، اگر کلیپ کنید مردم قبول کنند با توی شما رو دعوت کنند با توی میروید؟ البته چرا نه، وقتی که با یک روزی خورسندی دعوت میکنن. بله. بسیار با فکر من که این خوب است در خورسندی یک شخص اشتراک کردن. بهتره. البته چرا نه. زنده و سلامت باشین. شردیل جان، دیر باز شد که ما آوازی خطا گوش نکردم. یکم سرود گوش کردگی نیستم وقت بخیر. میشد که یک سرود پیشنهاد کنی برای مخلصان، بعدا صحبت با ادامه میدیم. مرحمت. چشمانی سیاه دو ابروی چماه داری، بشوم قربانت دندان مرماری داری. چشمانی
زنده باشین آقا جان. در حقیقتا نکم آواز تا یاد کرده بودم بهتره. شردل جان در بالا مهرافروز قید کردن که در ساحه صنعت شردل به من کمک کرده است. برای شما دشوار نیست؟ اگه چه بگم دشواره آقا جانو، خیلی نو اولین سروده کدسیم خیلی دیجا پدر من کام یاردم میکنم. اولین سروده کدسیم هم اول دموندیم که سرود وصفی دودار برای اپا میخونم برای دودار فکر میکنم که بهترین انتخابای مخلصودا معقول میشه اجداد کنین روزای نزدیک میبرویم. دوستان عزیز، با شردل و مهرافروز در ساحه صنعت بردباری میخواهیم. بگذار که مهرافروز اولین قدمی که خودش رو در آن همین ساحه گذاشته است به همه آرزوی دلش برسه. تا برنامه های دیگر خیر. باور دارم که این برنامه برای شما پسند میآید.